به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. با آموزش خط تحریری در خدمتتون هستم. با توجه به ضرورت یادگیری خط تحریری و شاید بشه گفت که کاربردی تر شدن اون نسبت به گذشته، که یه جورایی میشه گفت که محدود به شغل خاصی هم نیست و امروزه همه یه جورایی نیاز ضروری به یادگیری اون دارن. حالا تو این برنامه سعی میشه که تا حدود زیادی دوستان با نحوه و شکل کار کردن خط تحریری و خوشخطی آشنا بشن و انشاءالله که بتونیم به اون چیزی که حالا در توان ما است ارائه بدیم و دوستان بتونن استفاده لازم رو ببرن. حالا قبل از اینکه ما بخوایم کار آموزش رو شروع بکنیم، باید چند تا نکته رو یادآوری بکنیم که قبل از شروع کار نیاز هست و حتی الامکان این مواردی گفته میشه اگر رعایت بشه به پیشرفت ما کمک بیشتری میکنه. نکته اول در مورد قرار گرفتن صفحه مقابل چشم ماست. حالا دیده میشه که موقع نوشتن صفحه به صورت کج جلوی چشم قرار میگیره و ما شروع به نوشتن میکنیم. حالا شاید در ظاهر هیچ تأثیری نداشته باشه، اما اگر که ما بخوایم دقت بکنیم به این مسئله، این خودش میتونه یک عامل بد نوشتن باشه. حالا چیزی که اکثرا الان ازش رنج میبرن به خاطر بدخطی که دارن و به این صورت باید باشه که صفحه باید کاملا صاف مقابل چشم ما قرار بگیره. نکته بعدی فاصله چشم ما تا صفحه‌ای است که ما میخوایم استفاده کنیم و بنویسیم. حالا باید دقت کنیم که اگر که این فاصله کم باشه باعث میشه که فشار به حالا ستون فقرات و گردن ما بیاد و این خودش خستگی زودرس میاره و از یک ور و توی بلند مدت ممکنه به بدن آسیب بزنه. پس حالا ما باید به فاصله‌ای برسیم که اون توانایی رو به ما بده که ما بتونیم مثلا 1-2 ساعت به نوشتنمون ادامه بدیم و دوچار اون خستگی زیاد نشیم. حالا توصیه شده که فاصله چشم تا صفحه حداقل 30 سانت رعایت بشه. نکته بعد در مورد تمرین هایی است که ما انجام میدیم. ما بیشتر توصیه میکنیم که با مداد معمولی تمرین بکنید، چرا که حالا تجربه ثابت کرده تمرین کردن با مداد یک کمی مشکل تر هست اما پیشرفت کار رو خیلی سریعتر میکنه. و عرضم به حضورتون که تا جایی که امکان داره از پاک کردن نوشته هامون پرهیز کنیم، چرا که پاک کردن ما رو عادت میده که اون ترسی که داریم از نوشتن نریزه و اون ترس درون ما باقی بمونه و همیشه یک استرسی برای نوشتن داشته باشیم. اما موقعی که شما می نویسید حتی اگه غلط نوشتید سراغ جمله بعدی یا کلمه بعدی برید، این باعث میشه که اون اعتماد به نفسی رو که ما در نوشتن و خوب نوشتن نیاز داریم رو به دست بیاریم. حالا یه نکته دیگه مونده قبل از نوشتن در مورد طرز صحیح گرفتن قلم در دسته که دقت بفرمایید که به چه شکلی قلم توی دست گرفته میشه. حالا ما اگر بخوایم خیلی سادهش بکنیم 3 تا انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط که قلم بین این 3 انگشت قرار میگیره. حالا باید دقت کنیم فشار به قلم نباید زیاد بشه. موقعی که ما قلم رو به این شکل بگیریم و قلم در این گودی نیفته، این خود به خود فشار به قلم کم میشه. دقت بفرمایید موقعی که قلم به این صورت اینجای دست قرار میگیره، خود به خود این فشاری که ما به قلم میاریم رو کم میکنه. اما اگر اینجا به این صورت بیاد پایین، ببینید این انگشت دچار شکست میشه. حالا اگر این شکست اندازه‌ای باشه که فشار ما به قلم زیاد باشه، باعث خستگی زودرس میشه. در حالت کلی موقعی که ما قلم رو برمیداریم، قلم نه خیلی محکم توی دست گرفته میشه و نه خیلی شل. ببینید قلم خیلی عادی،
قلم موقعی که تکون میدیم قلم رو توی دست، این قلم به دست چسبیده است، در صورتی که ما کوچکترین فشاری هم به قلم نمیاریم. انگشت شست، انگشت اشاره و انگشت وسط و 2 تا انگشت کوچیک زیر به حکم تکیه‌گاه رو برای کل دست داره. در مورد جای قرار گرفتن کلمات روی خط زمینه یه سری توضیحاتی هست که من خدمتتون میدم. خط زمینه یا خط زمینه یا خط کرسی که همه با اون آشنا هستن، خطی که کلمات روی اون قرار میگیرن و ما باید جای درست قرار گرفتن کلمات رو روی این خط قبل از اینکه بخوایم کار بکنیم و تمرین بکنیم باید بلد باشیم. حالا به عنوان نمونه یک سری حروفی رو که روی خط زمینه قرار میگیرن رو من خدمتتون عرض میکنم. مثلا حرف الف، دال، ب، ر، واو، تا، ه، گر. این یک سری حروفی که روی خط قرار میگیرن. حتی حروف دیگه هم داریم که حالا توی روال آموزش ما با اونا آشنا میشیم. و یک سری حروفی هم داریم که بالا و پایین خط زمینه قرار میگیرن، مثل نون، ی، ه، که حالا ما بیشتر از این بحث رو ادامه نمیدیم چون میخوایم کار آموزشمون رو شروع کنیم. منتها این فقط یک مقدمه‌ای باشه که ما با کلیت خط کرسی و خط زمینه آشنایی پیدا کرده باشیم. ما کارمون رو با یک سطر ساده ادب آداب دارد شروع میکنیم. اول حروف رو خدمتتون توضیح میدم و بعد یک سطر کامل براتون مینویسم. حرف اول ما الف هست. ما گفتیم اولین چیزی که لازم داریم برای خط نوشتن یک خط زمینه هست. ما قبل از اینکه بخوایم خوش خط بنویسیم کلمات و حروف رو خیلی ساده می نویسیم. مثلا الف رو به شکل خیلی ساده و ابتدایی خط صاف می نوشتیم، اما الان دیگه میخوایم از اون شکل پرهیز کنیم و یک حالت انعطاف دار و یک شکل ملموس به حروفمون بدیم. قلم رو میگذاریم حرکت سمت چپ، پایین، چپ. شکل الف این یه شکل ساده شده از خط تحریری هست. دقت بفرمایید، چپ، پایین، چپ. حالا این دو قسمت دوچار شکست شده. ما همینا رو هم باید یک قوس ریز بهشون بدیم. قلم رو میذاریم حرکت سمت چپ، یه چرخش ریز مستقیم پایین، یک چرخش دوباره سمت چپ. یا بازم ساده تر از این بخوایم به این فکر بکنیم، شما یک اس انگلیسی رو فرض کنید. اگر ما اینو یک سیم در نظر بگیریم، اگر از بالا و پایین این سیم کشیده بشه، یک همچین حالتی از اون در میاد که این یک شکل الف کامل شده است که ما نوشتیم. حرف بعدی که ما داریم حرف ب. ب در حالت ابتدایی و خیلی ساده به این صورت نوشته میشه، اما ما دیگه با این شکل کار کردن و نوشتن کاری نداریم. میخوایم به صورت نستعلیق و یا همون خوشخطی اصطلاحاً میخوایم به صورت کاربردی درش بیاریم. توی شکل ساده ب مستقیم قلم به سمت پایین حرکت میکرد، بعد مستقیم به سمت چپ میرفت و دوباره حرکت مستقیم به سمت بالا. الان دیگه اینجوری نیست، حرکت قلم به سمت پایین و جلو. ببینید داخل همین می نویسن به سمت پایین و جلو میاد، به سطح میرسه. ببینید یک چرخش داره، به سطح میرسه مستقیم، یه چرخش ریز و به سمت بالا حرکت میکنه. ببینید به سمت پایین و جلو به سطح میرسه، ببینید یه چرخش ریز و به سمت بالا حرکت میکنه. الان که نگاه میکنید ببینید حرکت های قلم به چه شکلی بوده. حرف بعدی ما دال. تمام حروفی که خدمتتون عرض میکنم حروفی هستن که
روی خط زمینه قرار میگیرن. حرف بعدی دال هست. حرف دال اول باید کلیت شما بدونیم. حرف دال این بوده. خیلی ساده و ابتدایی. ما یک سری تغییرات به این حرف میدیم. حرکت اول که رو به عقب حرکت کردیم. حرکت دوم ما یه چرخش ریز به پشت دال میدیم و به سمت پایین حرکت میکنیم. نکته‌ای که داره چرخش پشت دال هست و اینکه قسمت اول کوتاه‌تر و قسمت دوم بلندتر نوشته میشه. ببینید شکل بزرگش رو مینویسم. ببینید قسمت اول کوتاه‌تر و قسمت دوم بلندتر نوشته میشه و جای اون هم روی خط زمینه در بالای اون قرار میگیره. حرف بعدی ر خیلی ساده نوشته میشه، مثل همون حالتی که شاید قبلا هم ما می نوشتیم، به سمت پایین و جلو تا به روی خط زمینه برسه. منتها چیزی که هست شاید قبلا به ما میگفتن که ر رو بالا و پایین بنویسین که این یه جور خط نسخ روزنامه‌ای هست. ما اینو کاری باهاش نداریم. اگر که بخوایم تو بحث نستعلیق و خط تحریری خوشخطیمون کار بکنیم، ما این حروف رو بالای خط زمینه قرار میدیم. خب ما الف، دال، ب و ر رو نوشتیم. الان به صورت سطر ادب آداب دارد رو کار میکنیم. دقت بفرمایید. همونجور که گفتیم به خط زمینه نیاز داریم. ادب، آداب، از حروف مشابه استفاده میشه. دارد، حالا نکته‌ای که اینجا هست که ما باید بدونیم اینه که ما اگر در یک سطر مثلا اینجا تعداد دال ها رو می‌بینیم، ما 4 تا دال اینجا نوشتیم. اگر هر تعداد از یک حرف توی یک سطر نوشته باشیم، همه این حروفی رو که ما نوشتیم باید یک اندازه باشه. مثلا یک دال بزرگ نباشه، یک دال کوچیک، یا ریایی که ما نگاه میکنیم توی یک سطر هر کدوم یک اندازه ای نداشته باشه. تمام حروف مشابه ما باید یک اندازه داشته باشه. ما اگر اینجا نگاه بکنیم مثلا تعداد الف ها 4 تا الف داریم اینجا، اگر به اندازه‌شون که نگاه بکنیم تمام یک اندازه نوشته شده. دال ها رو نگاه بکنیم، دال ها همه یک اندازه در یک راستا قرار گرفتن و اندازه بیام به این شکله. دقت کنید موقعی که ما یک سطری می‌خوایم بنویسیم، اولا با توجه به اندازه سطر باید سعی کنیم که اون سطر رو جایی توی صفحه قرار بدیم که نه کناره ها قرار بگیره و نه زیاد جایی قرار بگیره که موقعی که نگاه می‌کنیم چشم رو اذیت بکنه. تا دیداری دیگه و جلسه آموزشی دیگه که در خدمت همه شما عزیزان هستم. خدا نگهدار.